از کولاب، از دنغره، از رودکی، از وحدت، از مسچاه 3-4 روز از شکایت ساکنان از سرتاسر تاجیکستان در مورد قطع ریجوی ولی بی آگاهی برق شبکه های اجتماعی را فرا گرفته است. مردم میگویند روزانه از ساعت 8 تا 17 و شبانه از 21 تا 5 صبح برق قطع می شود، اما دلیلش را نمیدانند. نه نفهمیدیم نمیشه. ما گفتیم خیلی اگم جز ریموند رفته این امسال راهو را ریموند کردستیان که تازگی دارن. ما گفتیم اگم سالبا ساز دارن یا اگم کار کردستیان خاموش نکشته باشه. ساکنان میگویند بی‌برقی روزگاری به این هم مشکل آنها را مشکل تر کرده است. سویت آخه همه چی در کار اینه، یا تاریکی نمیبینی پیشته، ولی خیلی بینه یا آوای اوقاته یا بینه حموم ده آوی جوش در کار سویت به سویت نمیشه و کاری ما ها آوی ما سویت قطعه سویت که مون آوی ما قاق میشه و آمون میوید. مخاطبان رادیو آزادی با ارسال نوار و دلیل‌ها خواستار دانستن سبب وضع شدند. مقامات جاری شدن با ریجه دادن برق را نمیپذیرند. دوست مراد طاهرов سرتنظیمگری شبکه‌های انتقال برق تاجیکستان میگوید آنها تا 1 اکتبر نظام تقسیمات برقی کشور را به دوره تیر ماه و زمستان آماده می‌کنند. نه لیمیت نه تا 1 اکتبر سپاری شد که همین سطح برقی زیرسگاه ترانسفورماتور گنراتور در نورا در تمام همین چیزا آماده باشند برای دوره تیر ماه و زمستان. باشندگان شهر و نواحی منطقه کولاب با ارسال نوارها ادعا می‌کنند که شروع از 22 سپتامبر در یک شبانه روز همگی 7 ساعت برق دارند. نسبت عموما نیست. نویه دنگاره دهه سبیستون. ای ساعت 4 میتن 8 میکشن. بگه ساعت 6 میتن 9 میکشن. باشندگان پایتخت نیز در برابر مناطق دیگر از بی‌برقی ها شکایت دارند. یک مسئول بلندپایه شبکه‌های تقسیمات برق تاجیکستان که نخواست از او نام بریم، به رادیو آزادی تصدیق کرد که شروع از 23 سپتامبر رسما دستور جاری کردن لیمیت برق را گرفتند و احتمال 1 اکتبر برای اهالی اعلان شود، اما نهادهای مسئول برق در تاجیکستان وضع را برای مردم رسما شرح نمی‌دهند. سالهاست در تاجیکستان با آغاز فصل تیر ماه ریجه نقشه‌ای دادن برق جاری می شود که مقامات آن را به کم شدن حجم آب در آب انبار نیروگاهی نارک ربط می دهند. به جز پایتخت، شهرها و مرکز ولایت‌ها ساکنان مناطق دیگر کشور عمدتاً در یک شبانه روز 7-8 ساعت برق دارند. این محدودیت از آخر ماه سپتامبر تا نیمه های ماه اپریل ادامه می کنند. طلبات سالانه تاجیکستان به برق در مجموع 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق است. هرچند بنا با آمار رسمی در نیمه اولی سال 2025 الکی 11.8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. اما ظاهرا مردم تاجیکستان در 2-3 سال اخیر چنین احوال خواهند داشت، زیرا امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دکبر سال 2004 در پیامی به پارلمان گفت تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می گردد. هرچند از این پیشتر نیز این گونه وعده ها شده بود.